با این صورتی که شما بر سیاست کاری که این 43 سال آمده فریاد مردم و اعتراض مردم نشانه که به بنبست رسیده، دیگه این نمیتونه مشکلات کشور حل بکنه. با این صورت نمیتونه کشور اداره بشه. فکری بردارید، با مردم بشینید. راه زندانی کردن مردم نیست معترضان، راه کشتن مردم نیست. راه عاقلانه نشستن به مردمه و دریافت کردن فریاد مردمه، نه این مردم اسرائیلیان و نه این مردم امریکاییان، این مردم ایرانیان. حالا شیطنت های بعض کشورها را ما میدونیم که دشمن داریم، دشمنان هم تحریک میکنن، ولی شما خودتون فکر کنید که این مسائل مشکلات وجود داره، مشکلات وجود داشته است. مشکلات حل کنید. آنچه که کشورها در قالب حقوق بشر و حقوق بشر سازمان ملل و جلسه تشکیل دادن، ما نمیگیم که به هر حال هیچ حب و بغض نبوده در میان اینها، ولی واقعیت آن است که ما ضعف داشتیم. ضعفای خودمون رو ببینیم، همه چیزا به نام دشمن نکنیم. دشمن که همیشه هست، دشمن ضرباش رو میزنه، ضعفای ما رو برجسته میکنه، ضعفای ما رو میاره. ما به ضعفای خودمون عمل کنیم او ضعفای خودمون رو برطرف کنیم، خود را اصلاح کنیم، با مردم بشینیم. ما خیرخواه شما هستیم، حرفا را میزنیم. تعهدات داریم در اسلام، تعهدات داریم در دین، نسبت به مردم تعهدات داریم، نسبت به کشور تعهدات داریم، نسبت به همه دین اسلام ما را مسئولیت داده. این زندانی کردن این مردم علاج نیست.